باز رسیدیم به عید قربان، عیدی که یهو مدافعان فصلی حقوق حیوانات ظهور میکنن، میگن که چرا حیوانات زبون بسته رو سر میبرید، نه به ظلم علیه حیوانات، نه به قربانی کردن. یه جوری هم میگن انگار تا دیروز همبرگر و جوجه کباب با دعا پیدا میشد، یا این GTA یه کد میزدن یهو تو بشقابشون مرغ بریون پیدا میشد. من که میدونم تا دیروز صبحونت کله پاچه بود و برای نهار 2 سیخ کباب سلطانی، اونم با سماق اضافه سفارش میدادی. بیا منطقی حرف بزنیم. تو یا به خدا اعتقاد داری یا نه؟ اگه خدا باوری، بدون که ما گوسفند رو میکشیم برای اینکه بندگیمون رو اثبات کنیم، برای اینکه یادمون نره یه روزی خدا از ما خواست اسماعیلمون رو قربانی کنیم. عید قربان داستان اطاعت محض، داستان دلکندنه، یه آزمون بزرگ برای اینکه ببینی چی برات عزیزتره، فرزندت، مالت یا رضای خدا. این گوسفند فقط یه نماد اون چیزیه که باید ازش بگذری تا به خدا نزدیک بشی. و همون گوشتی هم که بحث ماست میره روی سفره کسی که شاید ماهات رنگ گوشتو ندیده. اگه به هیچ خدایی هم اعتقاد نداری و آتئیستی، پس بیا منطقی حرف بزنیم، بی تعارف. تو که معمولا معتقدی انسان محصول تکامله، اون دندون نیش رو هم که تو دهنت میبینی طبیعت برای خوردن کاهو که نذاشته، برای خوردن گوشته. طبق داروینیسم انسان 100,000 ساله که حتی قبل از اینکه صابون رو کشف کنه گوشتخوار بوده و گوشت میخورده. اصلا اگه اجدادت فقط کاهو میخوردن که تو الان وجود نداشتی که بیای استوری کنی نه به قربانی و نه به ظلم علیه حیوانات. پس اگه واقعا ناراحتی، کلا گوشت نخور و همه گوشت ها رو محکوم کن، نه فقط اونی که با ذکر الله اکبر قربانی میشه. و السلام.